حضرت مولوی یک نظم دارد برای آنکه شما درک کنید که اهل لا اله الا الله چی مرتبه دارن پیش خدا، چی منزلت دارن، چی بزرگی دارن. انشاءالله همین نظمه به سمتون میرسونم. حضرت میگوید آن مجوسی گبرکی آتش پرست بحر عزم هند در کشتی نشست. یک زردشتی، یک گبری زردشتی که در ایران زندگی میکرده است، به خاطر سکونت در هندوستان عزم سفر هندوستان را اختیار میکند و به خلیج فارس رفته و در کشتی سوار میشود. در ایران مجوسی ها گبرها همیشه بدن، تا حالی را هستند. اینا ببینید در اسلام جمهوری، در ایران جمهوری اسلامی است، اما تا به حال طبق خبری که در آمار هست، در ثبت آمار، در استاتیستیکا، زیاده از 10,000 آتش پرست زردشتی در ایران زندگی میکنند. اینا مثل این زردشتی ها و آتش پرستای ما نیستن که از پدر و مادر مسلمان تولد شده و بعد کافر شده باشن. نه، اینا پدر جد اجداد گذشته هاشو همش همون مجوسی و زردشتی بدیم. این شخصایی که بعد زردشتی شدن از اسلام یا بعد نصرانی شدن، اینا از زردشتی و از نصرانی ها به مراتب پستر و خورتر هستند. همه سگ قدر قیمت داره در اسلام، یک نرخ معین داره، اینا ندارن. اینا مرتدن. اکو وقتی که مجوسی و گبرکای ایران گفتیم در نظر داریم همون کسایی را که جد اجداد گذشته هاشو همش مجوسی بدن. و این یک دلیل بسیار قوی است بر ضد او شخصایی که متاسفانه امروز هم زبان کینه و کدورت دراز کرده و اشغالگران عرب میگویند. دین اسلام هم میگن به ضرب آتش شمشیر پهن کردین. والله این دروغ است. خدای تعالی در قرآن گفته است لا اکراه فی الدین، در دین مبین اسلام مجبوریت نیست. هیچ قوم و هیچ خلقی را مسلمانان مجبور نکردین که شما اسلام رو بپذیره. این گپ دروغی محض است. و بزرگترین دلیل انمو زندگی کردن گبرها در تهران بود. یک کوچه گبرها داشتیم، زیاده از 10,000 آدم زندگی میکنن. بازی هم دولت اسلامی است در ایرانه که کسی کارشون نمیگیره. همین زردشتی گبرک به خاطر سفر هندوستان خلیج فارس میروه و در کشتی سوار میشود. باد شورته کرد گمراهی رشید، باد کشتی غرق کن اندر رسید. قدرت خدای تعالی بحر طوفانی میشود، در بحر طوفان میخیزه. گبر نزدیک غرق آمد فراز، در تکاپو افتاد آن کارساز. این بیچاره گبر دید که طوفان موجش چند متر خسته است، ای کشتی بلند تلخش گفید. طوفان بحر بسیار دهشتناک است. حتی برای کشتی های امروزه که اقیانوسگر هستند، کشتی هایی که همش میدونه ماتور دارن با قوتن، بعضا میشوه که همون طوفان چپه میکنه این کشتی ها رو. چی برسد به عصرهای میانه که بیچاره کشتی های بسیار عادی داشتن، کشتی های بادباندار بود، اندک طوفانی سختتر میشد در بین بحر میشدن، البته که غرق میشدن. گبر وقت طوفان ادی تلخش کفید، ناله میزد سوخته که نار نار، الغیاس زینهار. هر کسی بر ملت خود میتند، اعتماد بر اعتقاد خود کند. در وقت زور اومد هر کس خدا میگه، هر کس همون معبود خودش در مراجعت میکنه. این بیچاره علاو پرسته یاخی دیگه چی بگم؟ یه علاو با فریادم برس گفتیسته یا نور. گبر در آب افتاد و دست پا، چون وزغ میزد ولی دور از نجو. وقتی این خانه سوخته ای آتش میگه با فریاد برس، البته غضب خدا 10 چندان میشود. کشتی غرق شد. این گبرک در روی آب زد مثل دیگر برادرایی که در کشتی سوار بودن. اگه بیچاره مرغاوی واری قلاچ میکشه و در او بحری بیکران از او قلاچ کشیدن تو چی فایده ایاخی؟ میزدی فریاد که ناری سنی،
قبله مقصود و معبود منی، چند سالت کرده ام من بندگی، از تو دارم مردگی و زندگی. ناله داره در روی او که آتش مقدس یا آذرگوش است. این آذرگوش است به مکان آتش مقدس شده. چندین سری سال من عبادتی تر کردم، برای تو قربانی ها میکردم، پول میدادم، زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من. برای آن من تو را پرستش کردم که در همین روزی سخت دستگیریم کنی، غیری تو پشت پناه هم نیست کس. این را ببینید خدای تعالی اگر که خودش هدایت نکنه، عقل عاقلا هم عاجز است. بعضا یک شخص میبینی همین قدر عاقله، همین قدر زیرک بلاهای، اما از عبادت خدا دور، از رحمت خدا محجور. بعضا حیران میشه که این خونه سوخته این قدر عقل فراست داره، چرا همه حقیقتی را که حتی برای کورها عیان است نمیبینه؟ چرا این آفتاب درخشانی را که اگر چند کور نوری او را نمیبینه اما گرمیش احساس میکنه، از این غافل است، از این محروم است؟ فراموش میکنیم که آخه خداوند این بدبخت از هدایتش محروم کرده است. از کجا ببینه؟ از کجا بدونه؟ حکم شاه بر عقل بر گوش خرد، گر فلاطون است حیوانش کند. همه بیچاره هم گریه و ناله داره. زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من. غیری تو پشت پناه هم نیست کس، غرق آبم آتش و فریاد رس. از قضا ملاح مردی پخته، مانده بود نزدیک او بر تخته. خنده اش آمد از آن آتش پرست. یک ملاح مسلمان یا مریک چخونی کرده است، یک پره شکستگی همون کشتی را بولوش در سوار شده است، در بولای همون اکم منتظر ایستاده است که کی طوفان خاموش می شود. خودش جانش در تلواسه، از این گریه و ناله های گبر خندش اومد. خنده اش آمد از این آتش پرست. گفت او را ای زیبادی عجب مست، آتشی که کرده ای او را پناه. عبد اوی و از او زینهار خواه، او همر چون تو در این شش در بدی، حال او از حال تو بدتر بدی. ای رو درگور گفت آخه او آتشی که تو از او کمک میخواهی و دستی بندگی به سوی او دراز میکنی، اگر در جای تو میشید احوالش احوالی تو بد میشید. چه خیلی تو ایدروی آب بگیره؟ او خانه سوخته خداوند تو از خاک خلقت کرده است. آب اگر چند غرق تم که کنه نابودت نمیکنه، در آب محلیل نمیشه، حل نمیشه. نه که او آتش در یک لحظه نیست نابود میشه. او همر چون تو در این شش در بدی، حال او از حال تو بدتر بدی. خالق آتش بود فریاد رس، غافل از دولت مشو ای هیچ کس. ای خونه سوخته گفت همون خالق آتش، او خدای بزرگی که آتش خلق کرد، تی ابله خلق کرد، دولت ثروت خلق کرد، پادشاه و مملکت خلق کرد، فقط همو به فریادت میرسه. دیر نشده است، توبه که لا اله الا الله و محمد رسول الله بگو، به سوی خدا مراجعت که از خدا. اصح ابن قیم جوزیه در کتاب زاد المعاد بین همین قولها یک توافق یافته است. میگه ای است که در قلعه قموس در ابتدا جنگ شد، اما بعدا یهودی ها وقتی دیدن که مسلمان ها چی نوع از منجنیق خوب استفاده میبرن، طرف شاگرده که در حیرت کند استاد رو. در نیم جزیره عرب غیر یهودی ها کسی از منجنیق استفاده نمیبرد. یکی از سبب های آن که قبایل عرب جرأت نمیکردن که به خیبر هجوم کنن، اگر چنده که این منطقه بسیار منطقه ثروتمند بود، همین بود. تکنیکای جنگی یهودی ها بسیار ترقی کرده بود، سنگ بارانشون میکردن، با منجنیق میزدن. شوی بیچاره عرب ها منجنیق هم نداشتن.
اما خداوند وقتی که مسلمانان را فیروز گرداند و منجنیق به دست گرفتن، با چنان استاکاری منجنیق استفاده بردن که یهودی ها حتی دیگر در دهشت غلطیدن. دیدن که منجنیق را درست کردن جانبشون و عادت مسلمانان و تعلیمی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشان میداد دائم همین بود که همیشه قبل از جنگ دعوت میکردن دشمنا که بیایید مسلمان شوید، ای مردم از همین راه گمراهی و ضلالت برگردید، بیایید تسلیم شوید. وقتی 15 روز از محاصره گذشت، پیغمبر هم دیگه به خشم اومد، گفت که منجنیق‌ها را درست کردید. سلام ابن مشکم ابن ابی الحقیق، سرور یهود، شیطان یهود، این ماری خزنده که تمام جزیره العرب بر ضد مسلمانان همیشه میشوراند، از بالای قلعه قمو صدا کرد که یا محمد صلی الله علیه و سلم اجازه میدهی که من برای گفت شنید از قلعه پایان شوم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت بیا مرحمت. سلام وقتی که پایین شد از قلعه، بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد صلح کرد. گفت ما یگان چیز طلب نداریم، تمام مال و اشیا همه غنیمت شما، زمین ها از شما، ما فقط همین یک لباسی که در بدن داریم به همین خارج میشویم. حضرت رسول الله علیه و سلم گفت من راضی هستم، همه احدامه ما تا زمان است که شما خیانت نکنید، اما اگر خیانتی به خدا و به پیغمبر کردید در اون صورت احدامه در حق تو جاری نمیگردد. سلام هم قبول کرد، گفت بله. 3 قلعه بعد همون 15 روز محاصره تسلیم شدند. قلعه قموس و تیح و سلالیم. در گرفتن این 3 قلعه مسلمانان الحمدلله یگان شخص از دست ندادن. اما یهود است توخی خزینه و دفینه بنی نظیر را پنهان کردن. حیی ابن اخطب سروری قبیله بنی نظیر، اما شخصی که وقتی که بنی قریظه اسیر رفتیدن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد سرش از بدنش جدا کنن، سردار قبیله بنی نظیر بود. با فکرم شما یاد دارید ما در این مسئله مفصل صحبت کرده بودیم. حیی ابن اخطب وقتی که از قبیله بنی نظیر ترک مدینه کردند به خیبر آمد، در 2 خلطه چرمی جواهرات داشت. تصور کنید جواهرات بریلیانت، عقیق، زمرد، فیروزه، سنگ های قیمت بهایی که از طلا قیمت‌ترند، در همین 2 خلطه چرمی جواهرات داشت. همه ای را می‌دانستند، یهودی ها را می‌دانستند، مسلمان ها را می‌دانستند. حیی ابن اخطب در جنگ بنی قریظه کشته شده بود، اما جواهراتش همش در همین قلعه قموس بودن. خزیندار قلعه پسر دویم ابی حقیق کنانه هست. کنانه و سلامه هر دوش فرزندان ابی حقیق میگن، اما من تحقیق کردم، بسیار نگاه کردم، نام سلام، نام پدر سلام مشکم بوده، سلام ابن مشکم. نام پدر کنانه ابن ربیع، پدرش ربیع نام داشته است. پس چرا اینا را فرزندای ابی حقیق میگن؟ شاید ابوالحقیق باباشون باشد، یعنی بابای کلونشو که همه ابوالحقیق است، فرزندای ابوالحقیق به هر دوش گفته می شود. به هر وجه هر دو سروران و رهبران یهود بودن. اینها همون جواهراتی را که از حیی ابن اخطب از یهودی ها باقی مانده با جواهرات بنی نظیر و قریظه، اون جواهرات ها پنهان کرده بودن. یک یهودی با اومد فروخت شد که گفت همین جواهرات ها پنهان کردیان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنانه را صدا کرد، گفت یا کنانه
آیا همه چیزهایی که داشته برآورده؟ گفت بله. گفت فریب نمیکنی؟ گفت نه. گفت اگر مبادا یگان چیزی را پنهان کرده باشی خونت هدر میشود، تو اینو میدونی؟ گفت من قبول دارم. یهود جواهرات از جانش بیشتر دوست می‌دارد. همون یهودی را آمد با همون یهودی که فروخته بودش، گفت که همین در یک خرابازار بسیار میگردد، یک جای خرابه است، همونجا پنهان نکرده باشد. حضرت صلی الله علیه و سلم امر کرد خرابازار را کوفتند، یک خلطش یافتند، یک خلطه همون جواهرات. با سوالش کرد که یا کنونه باقی مانده شب بگو خلاص از گناهت میگذرم. کی گفت باقی مانده ندارد، من چیزی نمیدونم. بعد در دست حضرت زبیر دادش. حضرت زبیر یک چوبی علاو کوک گرفت، به حد علت کوبش کرد، نیم کشتش کرد قریب، اما نفروخت. ببینه اگر لازم شود وطنشان هم بفروشند، اما جای جواهرات نه. یک فیلم مستند دیده بودیم، فیلم حجتی، درباره جبر و ظلم هایی که فاشیست ها کرده بودن. وقتی که کراکوف اومدن گرفتن، کراکوف یکی از شهرهای پولش است که در اونجا یهودی ها خیلی زیاد بودن، با یک حساب 400,000 یهودی زندگی میکرده است. این فاشیست های بدبخت هم همه همی را قتل کردن، کودک، زن، مرد، همه را با گناه و بگناه همه را کشته بودن. نشان میده که همون کامیراهای پنهانی به دست و وقتی که محکم شو کردن در بعد کامیرا گذاشتگی به دست جو نمیسورم سیونکا میکردین، جواهرات چونه در کودکاشو میخورونن، کودک میده را مجبور میکنن همون چله های بریلانتی را فرو میبرن، با این امید که اگر خلاص خوردیم با هم کودک خیگان سلابیتی نمیتیم میبرورش از پایان میگیریمش. یکنه چقدر طمع دارن در مسئله جواهرات. همین کنانه مرگ ترجیح داده، جوش نگفت، اما خداوند برای مسلمان آشکارش کرد. عاقبت الامر یافتند، اما به سبب خیانتی که در عهدنامه خودشان کرده بودند، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود دو فرزند ابی حقیق، سلام و کنانه قتل کرده شدند. حضرت صلی الله علیه و سلم غیر اینها و یک زنی که حال قصهش بدتر می رود دیگر کسی را قتل نکرده است از یهودی ها، از همیشه قلعه.